منهج ما منهج علما است. از نظر حدیثی 40 بعد از این عمدة الاحکام، اگر شاید بلوغ المرام نشد، کتب سته، حدیثا، مصطلحا، سندن، حفظا، شرحا، علم رجالاش کتی. از نظر تفسیر، اصول تفسیر و تفسیر به منهج سلف. از نظر اعتقاد، کتاب‌های متونی عادیه که از علماء النجد شروع کرده، شرح داده به متقدمین و به سلف. از نظر فرقه ها، تمام فرقه ها را حقیقتش را بیان کردن. از نظر حزبگرایی ها، تمام حزبگراها را و حزب ها را رد زدن. از نظر احکام و اسماء و الاحکام، منهج سلف کتی بودن و اهل سنت کتی بودن. علمای اهل سنت را خطاگیاشون جاش بگذاشتن و به اونها خوب معامله کردن. این منهج اصلا در این جهمی ها وجود ندارد. اینها منهج نمیداند که منهج چی است. البته این منهج ما عیناً همین منهج علمایی که ما تعلیم گرفتیم. ما خود ما رو قهرمان نمیبینیم، ما طالب علم هستیم، لیکن منهجی که از علما تعلیم گرفتیم. منهج این خوبسا چی است؟ می رود این عبدالرحمن شرمنده در یوتیوبی دموکرات ها شیشته می خواهد که بین من و بین فاتح شرمنده دموکرات قاضی باشد، حاکم باشد. در بین او خنده کرده ایستد. ما در کانال دموکرات یک یهودی در مسئله نمیدونم کفر شرک گپ زنیم. اگر بزدل نباشد عبدالرحمن قطنبه، بزدل نباشد، چرا به اینجا نمیباید؟ انا اینجا که ما هر روز آزاد هستیم. اگر شما گوید که چرا تو نمیروی، در کجا آزاد است که من روم؟ والله من میروم، محکم میکند اصلا به من دیگر 5 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای، 1 دقیقه هم وقت نمیده. تحقیر میکند، حقارت داشتن میکند. اما شما دیدید که به نزد ما خوارج آمد، به نزد ما جهمی آمد، اشعری آمد، اینش آمد، اونش آمد. وقت میدین به شرطی که بیاد ما گوید که من برای بحث آمدم، من برای مناظره آمدم، من میخوام که بحث و مناظره کنیم. ما به بینمون یک نفر آدم صادق رو میمونیم، یا به 3 دقیقه اتفاق میکنیم، به 5 دقیقه، به تمام آداب و اخلاق بحث و مناظره. عبدالرحمن فاتح چند دقیقه گوید؟ اگر خواهد 3 دقیقگی به نوبت، اگر خواهد 5 دقیقگی به نوبت صحبت میکنیم. مرحمت در همینجا. مردم هم جمع میشود، تا 1000 نفر شاید جمع شود، 600 700 هزار نفر جمع میشود. بحث و مناظره میکنیم، تسجیل میشد، به یوتیوبش گذارد و میتواند که در عین همون زمانی که در تلگرام ما بحث و مناظره میکنیم، یوتیوبش رو روشن کند، هم در یوتیوبش خودش به ویدیو نشون میدهد، صدای ما رو هم از اینجایی که رفته است گذارد. اما ما انا همینجا هستیم، باکی ندارم، به آداب، به اخلاق، بدون تحقیر، بدون کبر و غرور، در اساس قرآن و سنت و منهجی گپ میزند. قال فلان و فلان، در اساس منهج صفحه کتاب تیت تو پیت میکنی، روزی سیاش نشون میتی، به منهجی و مدخلگیش نشون میتی، فرار کردنش نشانش میتی. منهج ندارد، یقینا منهج جهمی است. اما وقتی که میره و دو به یک کانالی دموکراتی که دشمنی شدید به ما دارد و اونها به خودشون مخینت سیاه دارند، اونها میخوان که از این چیزها چندین فایده های شخصی خودشون اون دموکرات ها گیرند. من احمق نیستم که به خاطر این جاهلک به هر کجا روم. مرحمت جای ما، میدان ما واضح است. ما هیچ وقت فرار نکردیم و فرار هم نمیکنیم. منهج ما واضح است، میدان ما هم واضح است. قطنبه چندین بار شاید همینجا به در اومده باشد، بسم الله بیاید. طرفداران که این دارد، جهمی ها، لینک گروه ما، سلکه گروه ما برای ارسال کنید، هر روز بیاد اینجا بحث و مناظره علما و منهجا، بدون تحقیر. 3 دقیقه 3 دقیقه تمام گپ زند، گپ میزنه، تماشا میکنیم که چی میشه آخرش. اما این تحقیرهایی که میکند، اول خودم را میگفت که تو مسلمان ها رو کافر میگویی، تو شرک کرده ها رو مشرک میگویی، این خلاف همه هست.
تو خلاف اینا میکنی. بعد از این آمدن و گفتن که ببینید اختلاف است، من تو را در بخاطر عذری بیا بخاطر عذری تکفیر میکنیم. اگر در مسئله عذر بالجهل به من اختلاف نداشته باشی و فی اختلاف تو فقط عذر بالجهل اختلافی است، عذر المشرک تکفیر نمی شود باشد هرگز. یعنی وقتی که ما گفتیم که عذر بالجهل اختلافی است، این دلالت میکرد که عذر المشرک هرگز نباید تکفیر کرده شود. عذر المشرک را تکفیر کردن خوارجی غلو است، تکفیری است، درجه کمش غلو و تکفیری است. این منهج اینو است. اگر تو به همین یقین داشته باشی، به همین عقیده باطلت، به همین عقیده شیطانیت، جهمیت باوری داشته باشی، بسم الله بیا. ما در اساس منهج قرآن و سنت با فهم سلف به تو روبرو میشیم که عذر المشرک را آیا قرآن تکفیر کرده، سنت تکفیر کرده، صحابه ها تکفیر کرده یا نکرده، و بعد از این میگذاریم به بعد از صحابه تابعین تبع تابعین. اگر اثبات کی شد توبه میکنیم، متنا و سندن که اثبات شد توبه میکنیم، اجماعا که اثبات شد توبه میکنیم. اما تو بدون که به من تو خلاف صحبت ما رو بیار که سلف گفته باشند که عذر المشرک تکفیر کرده نمیشه. ما هر دو قول داریم. ما قول داریم که در قسم از مسائل سلف گفتند که عذری تکفیر کرده می شود به تفصیل و تقسیماتش، و در قسم از مسائل سلف عذر المشرک که معذرت خواهی میکنه، عذر المشرک رو سلف تکفیر کردن، اما عذری در بعض مسائل رو تکفیر نکرد. کسی اومدو تارک الصلات تکفیر نکرد، عذر داد، عذرهای جاهلانه، بالاخره تارک الصلات مسلمان گفت. گفتن قول مرجع است، مذهب مرجع است، این یک خطا است، ضلالت است، اما تکفیر نکرد، همش ثابت است. بالاخره جنگی که مبارزه که بین ما و عبدالرحمن فاتح هست یک چند سال، این جنگ اهل سنت با جهمی ها هست. یک طالب علم اهل سنت با یک طالب علم جهمی مدخلی دارد بحث میکرد. اما این البته در همون منهج خودش هم علم نداره. ما آماده ایم و حاضریم هر وقتی که عبدالرحمن فاتح خواست بسم الله بیاد اینجا، همه شاهد است.